روزه میگوید نیت من شما را گرسنه ماندن نیست، بلکه فهمانیدن احوال گرسنگان است. رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است. روز پرفیض ماه رمضان مبارکتان باد عزیزان. روزداران ای خوشا بر حالتان، روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. شأن هر مومن نباشد این مقام، مسلمین پس بر شما باشد سلام.